از قدیم گفتن که بادوم آخر همیشه تلخه. این اضطراب آخرین مأموریت، آخرین کار، آخرین سفر. وقتی بیلی سامرز هم آخرین مأموریتش رو میگیره، این فکرشون توی ذهنش زنده میشه. قبل از شروع اطلاع بدم که این ویدیو توی زمان و به مدتی که روی صفحه میبینید اسپویل داره. دوباره از چند ثانیه قبلش اطلاع میدم تا بتونید اگه خواستید صدا رو قطع کنید یا تا بخش بعد برید جلو. بیلی سامرز یه رمان جنایی از استفن کینگ هست. راستشو بخواید موقع تنظیم متن این ویدیو میخواستم بنویسم کینگ با این رمان سلیقه خودش رو توی ژانر جنایی هم نشون داده، به خیال اینکه این یه جریان نو هست، ولی بعد برای محکم کاری رفتم کمی جستجو و دیدم بله، ظاهرا استفن کینگ قرن 21 اتفاقا بیشتر از تخیلی ترسناک زده به جاده داستان جنایی. البته نظرات پراکنده این طرف و اون طرف هم رأی به این میدن که بیلی سامرز یکی از بهتریناشونه. ماجرای این کتاب راجع به بیلی، یه آدمکش اجیر شده است که پیشنهاد جدیدی از کارچاق کنش دریافت میکنه. ظاهر پروژه عجیب و پیچیده نیست. مثل همیشه هدف شناسایی شده، به اندازه کافی هم بدکار هست که با کد اخلاقی بیلی برای نکشتن آدمای بیگناه بخونه. استقرار، دسترسی به اسلحه، فرار از محل قتل، همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده. ولی مقدار خیلی بالای دستمزد و یکی دو تا نقطه تاریک نقشه دماغ بیلی رو یه خورده قلقلک میده. این قرار آخرین کارش باشه و اونم انقدر فیلم هالیوودی دیده که از نفرین آخرین کار بترسه. ولی در نهایت دلو به دریا میزنه و این قصه شروع میشه. به نظر من فرم این رمان نه تنها با کیفیت بلکه منحصر به فردم هست. رمانایی هستن که دیوار چهارم رو میشکنن، یعنی مستقیم با مخاطب صحبت میکنن. حتی تمام داستان رو با ضمیر دوم شخص مینویسن. حالا اینکه خوب از آب در بیاد یا نه بحث دیگه است. این رمان بدون شکستن دیوار چهارم همچین ارتباط نزدیک و بیواسطه‌ای از ورای روایت قصه با خواننده برقرار میکنه و اونم به واسطه صدای ذهنی شخصیت‌ها. اکثر فصل‌ها صدای ذهنی بیلی سامرز و اندکی هم یه شخصیت دیگه که خب اینجا لو نمیدم. و این تکنیک به نظرم روون و متعادل اجرا شده. این کتاب قطعا بدون این صدای ذهنی چیزی کم داشت. نکته دیگه شخصیت ویژه خود بیلی سامرز هست. درسته نویسنده برای محبوب کردن یه آدم مجرم هیچ وقت کار سختی ندارن. خاکستری نوشتن شخصیت‌ها و ایجاد تضادهای خیر و شر هم دشوار نیست. ولی بیلی ورای این کارنامه خاکستری یه کاراکتر چند لایه هم داره. ظاهری که خودش به عمد اونو ساده‌لوح و کم عقل جلوه میده. خود واقعی که همون آدمکش اجیر شده است ولی همیشه رویای نویسندگی توی سر داشته و باطنی که حتی برای خودش هم ناشناخته است و اونو به همراه خواننده کشف میکنه. در قالب کنش و واکنش ها، اتفاقات بزرگ و کوچیک و داستانی که توی دل داستان نوشته میشه. شاید بشه به شخصیت پردازی دیگه کمی ایراد گرفت. نه که فاجعه باشه، کاراکترها خب خودشونو به اندازه کافی از پس زمینه جدا کردن. هر کدوم هویت خودشونو دارن. ولی بعضی وقتا پردازش‌ها واقعا نصف و نیمه رها میشه. شاید یه علتش حضور خیلی متنوع و پرتعداد و مقطع شخصیت‌ها است که کنترل از دست نویسنده خارج کرده. ایرادی که از نقشه‌های مکمل گرفتم مشخصا در مورد آلیس صدق میکنه. آلیس دختر 20 ساله‌ای هست که به عنوان شخصیت مکمل اواسط داستان به طور غیرمنتظره وارد زندگی بیلی میشه. به نظرم نوشتن این دوئت فوق‌العاده چالش برانگیز بوده برای نویسنده. رابطه بیلی با اون تعارفی که ازش کردیم با آلیس قربانی تجاوز با یه رابطه پیچیده با مادر توی وضعیت بغرنج بعد از اجرای نقشه قتل. از یه جایی به بعد آلیس فروپاشیده شده بعد از تجاوز واقعا یهو تبدیل به آدم نرمال میشه. انگار نه انگار که اون گذشته پرحادثه رو داشته. تنها کاری که نویسنده میکنه اینه که مثلا بیلی رو از پیشرفت خوب روحیه آلیس بعد از تجاوز سورپرایز نشون بده یا آلیس رو درگیر حمله‌های عصبی گاه و بیگاه کنه. ولی تکامل رابطه این دوتا باید خیلی بیشتر از اینا توی دیالوگ‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نمود پیدا می‌کرد. نه صرفاً این که مثل دوتا آدم خوش و خرم با هم وقت بگذرونن، فقط هر از شنگای این با خودش بگه آلیس چقدر خوشحاله، اونم حمله عصبی بهش دست بده. اگه آلیس شخصیت پردازی بهتری داشت، پایان فوق‌العاده کتاب به نظرم خیلی بهتر میتونست باشه. وقتی که اون با رضایت کامل خودش رو برای گیر انداختن آدم بده داستان تومه نقشه تجاوز میکنه. چقدر اونجا بهتر بود اگه نویسنده یادش بود که این کاراکتر تا همین چند وقت پیش آسیب پذیر بوده. بعد اون کابوس سورئالی که اون لحظه یقش رو گرفته به تصویر میکشید. تضاد آتشش برای گیر انداختن مجرم و رفتن دوباره توی دهن شیر با پای خودش. باید چند پاراگرافی خرج احساس آلیس توی اون اوج داستان میکرد. ولی تمام بار احساسی پایان کتاب فقط و فقط روی تیر خوردن بیلی و تب و هذیانگویی و مرور اتفاقات زندگیش بود. اگه آلیس پرداخت بهتری داشت، اضطراب وضعیت رهاشدگی بعد از دست دادن بیلی که خیلی دوستش داشت، بالانس فوق‌العاده‌ای رو میتونست ایجاد کنه.
مخصوصا اینکه آخر کتاب ذهن خواننده اصلا با روایت ذهن آلیس هم بسامد میشه. بگذریم. به نظرم اگه در نهایت جنای خون باشید، علیرغم این یکی دوتا ایرادی که حین اسپویل کردن داستان گرفتم، از این کتاب لذت میبرید. تا بعد که ببینم رمانای دیگه کینگ از این ژانر همین اندازه یا بیشتر میتونه قوی باشه یا این یکی از دستش در رفته.